سر کلاس بودم معلم گفت آرمان به سر پای تخته گفت که روزای هفته رو نام ببر شنبه گفت ماهای هفته سالم نام ببر گفتم بلد نیستم داداشم تو کلاس پایین‌تر داشت درس می‌خوند گفت برو آراد صدا بزن بیاد آراد اومد گفت ازش سوال کرد گفت ماهای سال رو گفت همه رو گفت از این یاد بگیر برش درس بزن. سلام به همه صبحی‌ها تو خونه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سالم باشه. دوباره با آرمان عزیز اومدیم. آرمان دوست داشتنی. برای سلام میکنم به همتون، امیدوارم خوب باشین. خوب موخم مرخه آرمان میگه آقا آرمان هر موقع خواب بلند میشه برای صبح. این جمله معروف آرمان که من هر روز صبح ویدیوش میبینم یه گوشی به دست وارد میشه خوی مرخه که هم میشه صبح به خیر خودمون میگه بله میگه آقا آرمان هر موقع خواب بلند شه برای صبح. خدا رو شکر. اون تیک تاک هم بذار اونجا آدرس قبل از اون من میگم که لطفا بچه‌ها کانالی که پایین میبینید سابسکرایب کنید، لطفا دست سابسکرایب رو بزنید، کامنت بزنید و لایک فراموش نشه. خب این پایین سمت هم آدرس تیک تاک و اینستاگرام آرمان. آره هر روز صبح یه انرژی خاصی میده. من میگم استوریاشو که دنبال میکنم وارد مغازه میشه. حالا درسته که ساعت 4 بعد از ظهر صبحش به حساب بیاد، ولی یه شعار داره همیشه میگه آدم هر وقت که از خواب بیدار میشه صبح براش میگه خوی مرخه. آقا آرمان هر رو از خواب بلند میشه برای صبح تو بخیر. واسه همین عجیب نیست اگه ببینید ساعت 4 5 بعد از ظهر این استوری گذاشته گوشی به دست وارد میشه به همه صبح بخیر میگه. حالا بیرون هوا تازه که داره خورشید غروب میکنه ولی بعدشون صبح بخیر. ولی خوب انرژی خوب میده. من هر روز نگاه میکنم به بچه‌ها دست میده چیز دیگه و آره دیگه انرژی خوبی آدم میگیره. پیجش رو دنبال کنید که از ویدیو باحالش. خب امروز قراره که دوباره برنامه معما داشته باشیم. یه سری معما برام تو چرا همچین کارا رو سخت میکنی برای من؟ معما آخه مغزم میکشه تو با من بخوای معما مغز که نداری ولی نه دیگه اوکی میخوام ببینم چقدر نداری. اوکی باشه در اوکی خوبه. یه سری سوالا مطرح میشه یا همون معماها باید جواب بدیم. اون کسی که امتیاز کمتری بیاره مجازات میشه. مجازاتش هم خوردن نودل 3X کره‌ای. خیلی تندگنده. من می‌خواستم واسه اون خاطر چیپ چالنجر رو بزنم چون من یه بار خودم خوردم و تا مرز شهادت پیش رفتم به درک کرد. گفتم نودل درک میشه پشت من. حالا شاید من بردم ولی خب برای من اوکی چون من ما که سوپ نمیدیم. الان مشخص میشه. پس شروع می‌کنیم با جواب معماها و هر سوال مثبت که جواب بده یک امتیاز میگیره و کسی که بیشتر امتیاز بیاره برنده است. بازنده باید اون مدل رو تست کنه. شروع کنیم با سوال شماره 1 و سلام میکنم به همکار عزیز. سلام. سوال شماره 1 بهرام تو در یک مسابقه شرکت کردی. از نفر دوم در رتبه دوم عبور میکنی. جایگات توی این مسابقه چندم؟ دوم. آفرین جواب درست بود. خب نفر دوم که نفر دوم ببره اول نمیشه که دو نفر هستن دوم میگه سوم شما میگه دوم. این سوال خیلی نیستن دیگه. حالا بهرام شما و دوست خود شطرنج بازی میکنید و هر دو برنده میشوید. چگونه ممکن است؟ مهرها شطرنج تموم میشه. آرمان تو میتونی جواب اینو بدی؟ بابا من سر کلاس بودم معلم گفت آرمان به سر پای تخته گفت که روزای هفته رو نام ببر شنبه گفت ماهای هفته سالم نام ببر گفتم بلد نیستم داداشم تو کلاس پایین‌تر داشت درس می‌خوند گفت برو آراد صدا بزن بیاد آراد اومد گفت ازش سوال کرد گفت ماهای سال رو گفت آبان زدی برام همه رو گفت تو از این یاد بگیر برش دست بزن. حالا تو اومدی از من معما میکنه چه میدونم خدایی مثلا من برای چیز کانفیوز میکنه. این واقعیه واقعا اومد داداشم. خب سوال چیه؟ جوابش این بود که شما هر کدومتون حریف جداگونه‌ای دارید. با یه آدم دیگه بازی کردید. به خاطر همین نه پرسیدید که با هم بازی می‌کنید. ما با دوست همزمان بازی می‌کنیم. خب سوال بعد. یک مثبت است. آره.
نوبت به بهرام. بهرام مردی از رودخانه عبور کرد و از حیوان خانگیش خواست که به تنهایی از رودخانه عبور کند. حیوان بدون اینکه از روی پل رد شود یا از قایق استفاده کند یا حتی ذره خیز شود از رودخانه رد شد. چطور ممکن است؟ بدون اینکه ذره خیز شود؟ آره. لباس ضد آب تنش بوده. نه حیوان پرنده بوده دیگه. آره دیگه پرنده بوده. البته جوابش اینه که رودخانه خوش شده است، ولی جواب آلمان خیلی جالبه. پرنده است، حیوانه چجوری حیوان پرنده است؟ ها یعنی پرنده حیوان حساب نمیشه؟ جانور نه دیگه حیوان جانور حیوان نیست؟ یه دستور جانور است. ها یعنی جانوران حیوانات حشرات گیاهخواران پستانداران. نه واقعا واسه چی شد؟ شنبه جانی و اسمیت به رستوران رفتند و غذا خوردند. پس از پایان غذا آنها صورت حساب را پرداخت کردند، اما نه جانی و نه اسمیت صورت حساب را پرداخت کرد. چه کسی آن را انجام داد؟ گارسون حال کرده صندوقدار. صورت حساب کردن که پرداخت کردن نیست، اون صندوقدار حساب کرده که چقدر شده. نه داره خیلی دیپ میری تو، من نگرانتم. آخه چجوری میشه؟ خودشون میخواد یه بار دیگه سوالو بخونم؟ پرداخت کردن، حساب نکردن. سوال یک بار. آره. شنبه جانی و اسمیت به رستوران رفتند و غذا خوردند. پس از پایان غذا آنها صورت حساب را پرداخت کردند، اما نه جانی و نه اسمیت صورت حساب را پرداخت کرد. چه کسی آن را انجام داد؟ کلیسا دعوت کرده بود شما اونجا همه بخورن. آره دعوت بودن. ای عجب نکته‌ای. صورت حساب رو شنبه پرداخت کرده بود. اینا 3 نفر بودن، شنبه، جانی و اسمیت. خیلی افکاری مثلا چیکار میکنه؟ آره خدا وکیلی شنبه و یک شب. خدا دادم باشون بوده روش نشد بیاد. خب شنبه و جان و اسمیت. شنبه از افغانستان رفته، اسمیت از مثلا ایتالیا و جان هم از هم آمریکا بوده. شنبه است. شنبه چیز معماست دیگه. یه راننده کامیون در حال رانندگی. این آرمان الان بهرامه. اوکی. یه راننده کامیون در حال رانندگی بود. چراغ‌های کامیون خاموش بود و ماه بیرون نیومده بود. خیابان نیز روشن نبود. جلوتر از او زنی از خیابان عبور میکرد که حواسش به راننده نبود. راننده به موقع ماشین را متوقف کرد. او چگونه زن را دید؟ با چشمان غیر مسلح. چقدر داستان داشتین؟ اومده چراغا خاموش بوده. زن چراغ دستش بوده. یه بار دیگه بخونم یا آره. جواب؟ آره 10 بار دیگه هم بخونه من متوجه نمیشم. اصلا از مخیلات من من بعد تصورش کنم. بگو. یک راننده کامیون در حال رانندگی بود. چراغ‌های کامیون خاموش بود و ماه بیرون نیامده بود. خیابان نیز روشن نبود. جلوتر از او زنی از خیابان عبور میکرد که حواسش به راننده نبود. راننده به موقع ماشین را متوقف کرد. او چگونه زن را دید؟ با چشماش. وقتی که میگه ماه نبود اول خورشید بوده. آفرین، راننده داشت تو روز رانندگی میکرد. آفرین، آخرش اشاره کردی. 2 امتیاز. آفرین. بریم بعدی. آره. آرمان، یه میمون، یه پرنده و یه پلنگ حین برگزاری مسابقه از درخت نارگیل باران میرفتن. به نظر شما چه کسی زودتر موفق به برداشتن موز میشود؟ از درخت نارگیل موز کی به کیه؟ ما کجاییم؟ اینو دیگه مغزم مغزم کشید. 2-1 یکی رفتی بالا. نه خوشم برو بعدی. خودش هم نفهمیده با هم بعدی چیه فکر میکنه. بهرام 88 کلید دارد اما نمیتواند یک در را باز کند. آن چیست؟ 88 کلید داره. هیچ کدوم در رو باز نمیکنه. نه برای رمزیه. کلید نمیخوره. یا از مثلا از اسکن میکنیم در باز میشه. این تمام راه حلا رو گفت. من به ذهنم نتونست فکر کنم بیشتر. رمزی بوده؟ اون
پیانوه که 88 کلید داره ولی نمیتونه در رو باز بکنه. جفتمون دیدیم. کلید پیانو. جفتمون دیدیم. من فکر می‌کردم خیلی چیزی. نه ما داریم حساب تکنولوژی دارم حرف میزنم. ولی دیگه ریدن‌های تکنولوژی هم همینجوری 2-1 3 2 آرمان اگر من رو در هر عدد دیگری ضرب کنی پاسخ همیشه ثابت میماند. من چه عددی هستم؟ 0 دیگه. آفرین. ما سوالای راحت بهش میگیم. نه بابا من اولش هم گفتم دقیقه بلند میشه چند کیلو پرتقال خیلی سخت بود خدایی. حق بده. میگه 2 بعد 2 میشه چند من بیشتر دوست داره دیگه. نه دیگه 2 مساوی. اوکی بهرام اگر 3 فنجان شکر باشد و یکی را بردارید چند فنجان شکر دارید؟ 3 فنجان. خب بعدش قرار میشه کم بشه 3 فنجان هنوز داریم. 3 فنجان شکر باشد و یکی را بردارید شما فقط 1 فنجان شکر دارید. اون دو دیگه چی میشه؟ اونجا هست. اصلا معمای توش خودش معما بود. الان من خیلی پیچیده میده با من خصومت داره. 3 × 5 چند میشه؟ 8 آرمان اما یک هواپیما بین مرز آلمان و بلژیک سقوط کرد. بازماندگان را کجا دفن میکنند؟ دورسود بازماندگانی نیست دیگه، همه به فنا رفتن. دست بگو من بگم بازماندگان رو که دفن نمی‌کنن. بازماندگان زنده هستن بازماندگان. الان افتاد دیدی بازماندگان ما اونایی که رفتن اینجا رفتندگان اونا رفتندگان اینا بازماندگان که وسطندگان هم که هنوز تو کمان الان نیست کنون ولی بهرام در یک اتوبوس یک خانم باردار 26 ساله، یک پلیس 30 ساله، یک زن تصادفی 50 ساله و راننده 65 ساله حضور دارند. چه کسی جوان‌تر است؟ بچه‌ای که توش کمر رفتن. آفرین. پدرو خوشم اومد. یک پسر و یک مهندس در حال ماهیگیری بودند. خب پسر مهندس است اما مهندس پدر پسر نیست. پس مهندس کیست؟ پدر بزرگی پسره. پدر خواندشه. نه اصلا پسرش پسرشه. میشه نوش. منم میگم پدر بزرگشه دیگه. اصلا پدر بزرگش این وسط چیکار میکنه؟ پدر بزرگ منتظر ماهی رو بیارن درست کنه بخوره. جواب سوال چیه؟ اینا اصلا برای چی رفتن ماهیگیری؟ چرا مهندسی که پسرش با پسرش گره بعد مهندس سوالش آخر ازش گرفتن. چرا؟ مهندس مادرشه. مادرش مامان خیلی خوبی هم داری. خیلی مامانتو بدون اونجا. هر 5 خواهر مشغول هستند. آنها در حال خواندن کتاب، روزا در حال آشپزی، کتی در حال بازی شطرنج و ماریا در حال شستن لباس هاست. خواهر پنجم چی کار میکنه؟ داره این داستان رو می‌نویسه. داره معما رو. من راوی معما. خب دیگه همین گفتم. برای خواهرشون نیستم. یه بار دیگه. این راوی معما خودش خواهرش نیست. یعنی خواهر نداره؟ نه خواهر آخر داره چیکار بود؟ دشینی؟ خواهر آخر کجا رفت؟ غذا داره درست میکنه؟ نمیدونید؟ با درست مثل نه خواهر پنجم داره با کتی شطرنج بازی میکنه. مور پدرت کتی. واو من فکر کردم گو آنها دارن آنها دارن شطرنج بازی میکنن. نه من فکر بد میومد تو ذهنم. من فکر دشویی الان میادش غذا گذاشته راست. 3-2 اوکی. آمان بدون اینکه به دیگران دست بزنیم به آنها صدمه میزنیم و بدون اینکه آنها را لمس کنیم به آنها زهر میزنیم. هم حقیقت هستیم و هم دروغ. ما چه هستیم؟ حیوان. حالا ما هیچی نیستیم. ما چه هستیم؟ هر که هستیم هرچه هستیم همینی که هستیم. مثلا میرم چی شد؟ میگه بیش میزنه
نمیدونم دیش میزنه زبون نیش میتونه زبون بد باشه دیگه. نیش بزنه برنده باشه دیدید؟ در بزنی کجا باز این میشه؟ در قلب همه چی هست یا. بزن بیا تو نه بذار بس آقا چه سوال چی سوال شد؟ چی بود؟ کلمات. برنده تر است من فکر کنم زبان میشه اصلا خب خدا رو شکر که نتونستم جواب بدم بهرام، دو دختر از یک مادر در یک روز، در یک زمان، در یک ماه و در یک سال به دنیا آمدند. همونی که من میخوام اما آنها دوقلو نیستند. چگونه ممکن است؟ از دو مادر متفاوتن. از یک مادر. سه قلو هم آفرین. سه سه قلو هم خودیه با کجا فکر می‌کنی؟ من نمیدونم جلوی میاد. کجا فکر میکنی؟ سوالا خب آرمان، تو همیشه مرا در گذشته من می‌یابی. چاکرتم می‌توانم در حال خلق شوم، اما آینده هرگز نمی‌تواند مرا تغییر دهد. خواب من چی هستم؟ خوابی تو خوابی تو که گلی عزیزم ولی خوابی من چه هستم یه بار دیگه بگو شب بتونم جوابشو بدم همش خوابه. تو همیشه مرا در گذشته می‌یابی. می‌توانم در حال خلق شوم، اما آینده هرگز نمی‌تواند مرا تغییر دهد. من چی هستم؟ سرنوشت. خاطرات شما نمیدونم تاریخ. تاریخ فکر کردم سه بهرام، اگر بچه مرا من جواب نمیدم تو پونتشون تو برمیداری؟ نه. سه اوکی. نوره نه سه بودیم. اوکی یا سه دو بودیم. نه سه بهرام، اگر مرا باز کنی بدون آینه نمیتوانی مرا ببینی. اگر مرا ببندی اصلا نمیتوانی مرا ببینی. من چی هستم؟ بازش کنی تو فقط همون یه تیکه اولشو اگر تو بازش کنی آینه نمیتونی ببینیش؟ اگر مرا باز کنی بدون آینه نمیتوانی مرا ببینی. اگر میکروسکوپ. مرا ببندی اصلا نمیتوانی مرا ببینی. چشم آفرین. چشم دیگه خدا آفرین. رشته 4 3 خب خدا رشته تو دوست نداری؟ نه اوکی. آرمان، میان رادیو و دریا یک وجه اشتراک وجود دارد. آن چیست؟ رادیو دریا چه تو مثل یه بچه زرنگ ما بگیم بین دریا و رادیو یک وجه اشتراک وجود دارد. ره دارن البتهشون من بگم موج. آفرین. چیزای الکی رو چهار. من بلد نیستم من قشنگ چیزای خاص سنگین. سنگین 4 مساوی. 4 چه چیزی میتواند از یک دودکش پایین برود اما نمیتواند از یک دودکش بالا برود؟ دو دوتش نه دودکش تمیز کن. کسی که میاد از بالا تمیز میکنه میره پایین. میتونه پایین بره بالا نره؟ بارون. نه دود دود که فقط بالا میره. پایین نمیام دود کنی باران؟ چتر. یک چتر. چتر بسته. باز و بسته. وقتی میفته پایین باز میشه ولی بالا خب 4 موندیم ما. آره پس ما میتونیم سالهای دیگه ای رو براتون نه دیگه مساوی شد من تو میدونم نه من رو دارم میخورم نه تو. آفرین این آره. بهترین است آره هر دو تا قصه در 4 شد. خدا رشته خب مرسی از وقتی که گذاشتیم بچه‌ها. دوباره پایین آدرس کانال خیلی دوست دارم سابسکرایبش کنید نه کانال تیک تاک و آه. اینستاگرام آرمانی میذارم. روزانه استوری خیلی باحالی میذاره. این سمت هم آدرس کانال یوتیوب خودمون میذارم سوبرلند. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگ با دوستانتون اشتراک گذاری کنید دقیقاً خدا همین که رشته گفت کنید که ما انرژی بگیریم برنامه‌های بالاتر و بهتری درست کنیم. اگه حرف نداره ما خدافظی به منم دمتون گرم چیز خاصی لازم نیست بگم دیگه همه چیز رو دیدین. امیدوارم که بازم یه برنامه بتونیم داشته باشیم با برام در کنارش باشم گل بگم و گل بشنویم. مرسی از همتون. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.